من نیستم تو تصویر اصلا. میدونی موضوع اصلی کجاست؟ اونجایی که اصلا نمیدونیم چی به دردمون میخوره و چی نمیخوره. توی انتخاب تجهیزات که هیچی، ما توی تصمیم‌های مهم زندگی خودمون هم موندیم. حالا خدا رو شکر یه 4 تا روانشناس درست حسابی وجود داره که با پرسیدن 4 تا سوال به ما کمک میکنن که بهترین تصمیمات رو بگیریم. چرا این باز نمیشه؟ حالا منم میخوام در جایگاه خودم توی بحث انتخاب تجهیزات 4 تا سوال ازت بپرسم که بتونی بهتر تصمیم بگیری. سوال اول، دوست داری محتواتو با گوشی ضبط کنی یا اصلا داری با گوشی ضبط میکنی؟ سوال دوم، دلت میخواد اون تصویرایی که میگیری نلرزه؟ سوال بعدی، از اینکه یه دستت نور باشه و یه دستت گوشی خسته شدی یا نیاز به یه نور همه کاره داری که هم قدرتش خوب باشه هم RGB باشه؟ هر وقت جواب همه این سوالاتو دونستی بهم پیام بده که بهت بگم بهتره چیکار کنی.